بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، الله سبحانه و تعالی در قرآنش و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سنتشان بیان نموده اند که یهود و نصارا و البته دیگر کسانی که در دینهای باطل هستند همه اشان کافر هستند. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی خودش بیان کرده گفت لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. به تحقیق کافر شدند همان کسانی که یا هر کسی که گفتند که الله سه تاست، به مانندی خریستیان ها. و اینچنین الله بیان کرد شرک و کفریات یهود را که عزیر ابن الله گفتند، عزیر را پسر الله گفتند. خریستیان ها که عیسی را پسر الله گفتند. بارک الله فیکم. و این دلالت قرآن بود که یهود و نصارا 100% مسلمان نیست، بلکه کافر است. چرا که ما میگیم این دنیا به دو قسم تقسیم شد، مسلمان یا کافر، یا مسلمان یا کافر. چیزی سوم وجود ندارد. مذهب اهل سنت و جماعت، معتزله ها میگوید که بین مسلمان و کافر چیزی است، اما اهل سنت و جماعت میگن انسان ها در این دنیا یا مسلمانند یا کافرند. برای همین یهود ها رو ما یا مسلمان بگیم یا کافر بگیم. پس منهج ما که اهل سنت و جماعت است، وقتی که به قرآن و سنت و به فهم سلف امت نظر میکنیم میبینیم که یهود و نصارا کافر است، مشرک است 100%. و این چنین هر یهود و نصرانی که فهمیده است که دین اسلام آمده است و رسول اکرم صلی الله علیه و آله همچون رسول الله آمده اند و بعد از این ایمان نآورده است بر قرآن و سنت و وفات کرده است، این خالدا مخلدا فی النار است. هر یهودی و نصرانی که دین اسلام را فهمید، آمدن قرآن را فهمید، آمدن رسول الله را فهمید، دید که یک دین به نام اسلام است اما قبول نکرد و وفات کرد، خالدا مخلدا فی النار است. چخیلی که به این حدیث روایت کرده امام مسلم، حدیث 100% صحیح دلالت میکرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ما يسمع بی احد یهودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بما جئت به فمات على كفره فمات على ذلك خالدا مخلدا في النار فهو خالد مخلدا في النار. یعنی هر یک یهودی و نصرانی که از من شنید که من رسول الله آمده ام برای دعوت مردم، بعد از این به قرآنی که من آوردم ایمان نآورده، وفات کرد در همین حالت کفرش، ابدالابد خالد مخلدا فی النار است. بارک الله فیکم. پس این عقیده اهل سنت و جماعت است که من لم یکفر الکافر فهو کافر. هر کسی که کافر را کافر نگوید کافر است. و البته علما این کافر را به 7 قسم تقسیم میکنند و قسم اولی که کسی این کافر رو کافر نگوید خودش کافر می شود، این یهود و نصارا است. یهود، نصارا، مجوس، بودیست، ملحد، کمونیست، این کسا را کسی که دیده و دانسته کافر نیست. اینها کافر نه. رسول الله اینها را کافر نگفتند، الله اینها را کافر نگفت، این خیلی گپ نیست، امام اعظم نگفتند. این چنین سخن ها میگد این کافر است، مرتد است. به این سخنش اگر مسلمان شد باشد پیش از این سخنش، این مرتد است. و اگر پیش از این هم کافر باشد، کافریش با سخت‌تر و بدتر شده است. و هر آدمی که همین سخن را شنید، تصدیق کرد و بله این سخن شما راست است، بله دین ما همین است، دین ما یهود را نصارا را کافر نمیگوید، میگد این هم کافر است و مرتد است. سبحان الله. خودی بنده وقتی که در یکی از شهرهای روسیه بودم شنیدم مردم مرا مجبور میکردند که خریستیان را کافر نگوید، یعنی نصارا را کافر نگوید. یهود را کافر گفتم، اونها میگفتن که بله یهود را ما قبول داریم، یهود کافر است، چرا که یهود امریکا است. اما خریستیان را که روسیه همش خریستیان است شما کافر نگوید، خریستیان ها برادر ما است. میگد اعوذ بالله. ما میگیم هر کسی که یهود یا خریستیان یعنی نصارا را کافر نشمارد خودش کافر است. در جمله این دو دیوانه که در این نوار دیدید، یکیش راهبری دولتی، یکی از دموکرات ها و دیگرش یک ملای گمراه شده که این را تصدیق میکند، هر دوش کفر مرتد شده است. بارک الله فیکم. به همین سخنش، چرا که هر دوی این با سخنش
سخن الله، سخن رسول الله کاملا دین رو رد میکند. الله گفت که اینها کافرن، اینها میگد که کافر نیست. رسول الله گفتن که کافرن، اینها میگد کافر نیست. پس اینها فرعون است، اینها طاغوت است. پس به این طاغوت ها کفر ورزید. بارک الله فیکم.